اصلا ما بگیم اگر ضرورت هست تنها با یک کیبربولینگ نه، همه اون چیزی که خصوصیت کیبری داره، مثلا من جنگ های اطلاعاتی هست و من خودی بولینگ هست که توسطی وش صورت میگیرد. من همون فیک هایی که شما گفتید هست که خبرهای بردروغ تحریف شده و یا پهن میکنن دیگه برای مقاومت رقابت پذیر بودن با اینها مقاومت کردن در جهان تضاد امروزه ضرورت هست که چنین تکون آماده کرده شوند. البته روح دیگر هم وجود دارد که پسیکولوژی کلکه و نوعی دانش بازاری پسیکولوژی دارند میتوانند توسط گذاشتن کورس‌های ایلاوگی شاید ایلاوگی در همین سمت با متخصصان همین ساحه تبدیل داده شوند و در این سمت کار ضرورت وجود دارد.